سلام قربان، خوش آمدید. حالتون خوبه؟ مرسی، تشکر. سابقه بازی و اجرا داشتید قبلا؟ نه نداشتم. من یه برگه خدمتتون میدم، این متن رو بخونید لطفاً. فکر کنید که شما یه پسری دارید به اسم سهیل. بله. یه اتفاقی از دست شما ناراحت شده پسرتون. حالا یه روز اومدید توی مدرسهش، پشت پنجره کلاسش ازش عذرخواهی کنید، از دلش در بیارید. آماده ای؟ اسم میثم من باید به کار ببرم. سهیل رو به من، سرت رو به پنجره. اینطوری. آره، جوری که سهیل انگار فقط داره صداتون رو میشنوه. باش، بسم الله. پشت صحنه سکوت. 3 2 1. ببخشید که بابات شدم سهیل. پدر مادرها خیلی خوبن، تو اصلا قدرشون داشته باش. بربا خاک بابام. وقتی نیستم میفهمی. دفتر نقاشی مریم رو پاره نکن. الله اکبر. آقا من نمیفهم واسه چی میخندید. 3 2 1. راست کفترام سراغتو میگرفتن، اگه وقت کردی بیا سرشون بزن. کفترها هی حالتو میپرسن. حالتو کات، حالتو کفترها حالتو میپرسن. از من سیری فکر کن. خودتون راضی هستید از این بازی؟ نه بالاخره سرتاش هم بیار تا بریم دیگه. حالا خوب کار کردیم. بابا مامان تازه پیدا کردی برای خوده. من بودم بند کفشو یادم رفت. بند کفش زیر پا نمونه. بند کفش باز بابا. کات خیلی بد بود این جمله. آره این یه تیکش خوب نبودم. بند کفشت بازه. باز میگه بازه. کات آقا اینجوری نمیشه. کات ببینید، شما خودتون فرزند دارید؟ بله. یه دختر دارم 14، یه پسر دارم 12 تقریبا. اسمشون چیه؟ امیر حسین. خب یه اتفاق واقعی که تو زندگی افتاده رو در نظر بگیرید. فکر کنید امیرعلی پشت پنجره کلاسه. بذارید کنار کاغذو، بندازید زمین. با امیر حسین صحبت کنید. ها؟ متوجه شدم. یه وایسا. بذار حرفامو جمع جور کنم. بریم. 3 2 1. امیرعلی پسرم، عشقم، نازنین بابا. ببخشید تو رو به خدا درسود بلند کردم. بابا علی رضا، صدا علی رضا. شاید تا الان واسه پدر خوبی نبودم، چیزایی که خواستی کم کسی داشتی. من یه لحظه عصبانی شدم، ازت معذرت میخوام، حواسم نبود. خودت که میدونی دیگه، یه بابای عصبانی داری دیگه. امسال میخواستیم بریم مسافرت، نشد بابا. شاید واسه مالی من زیاد نبود، وضعم خوب نبود. شرمنده. حواسم نبود. بشکنه دستم که این کارو کردم. بابا بلند شو قربونت برم، گریه نکن، فدات بشم. نیتم این نبود بابا، من خیلی دوست داشتم بتونم طبق برنامه پیش بریم. نشد دیگه نازنین. کار اشتباهی که کرده باشه یادم نمیاد. تا حالا سر منو بردم صداشو بلند نکردم. اونو از دلم در میاره. هیچ موقع نشده که همون جوری بذاره دیگه هیچی نیاد بهم بگه. حس میکنم که الان این کاری که الان کرده میخواست از دل من در بیاره، اما اصلا با چیز نمیگه، با زبون بهم نمیگه. خیلی دوستت دارم، عاشقتم پسرم. ای وای دستتون درد نکنه. مرسی. گرته بخورم. همه رو شنیدی تو؟ خیلی عالی بود، دم همتون گرم. سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد می نشیند بر شانه های